چون آرزوهایی هستی که تو دلم 30 سال خوردی مانده. مثلا من همیال کسایی هست که مثلا میشناسم که مثلا 1 سال 2 سال عرصه موسیقی پاگوس جایی بوده برای پیشرفتش، خیلی سویه بالا به جاهای رسیده. ولی من متاسفانه چیزایی بوده که آرزو همین ساز داشتم که به جای برسم، علاقه زیادی هم داشتم، خب ولی خودم نتونستم به جای برسم. یک آرزوی تو دلم مونده واقعا که خیلی دوست دارم، که من دوست دارم کلیپ بسازم، ولی خب متاسفانه ما تو ایران زندگی کردیم. تو ایران برای هنرمندا جای برای پیشرفت نیست. من میال داخل ایران کسایی رو میشناسم که 50 ساله خواننده فقط تونسته مجلس ها عروسی رو بره. حتی خودتون هم میشناسین نمونهشون، مثلا حکیم حسنپور بهترین خواننده مثلا. خب خیلی خواننده دیگه داریم داخل همین گروه. هم شکیب از اون که به حساب داخل گروه وایسا کل هنرمندای ایراتی هستن، رسول جان دیگه، آقای عزیزی، خیلی از هنرمندا زیاد میشناسم همیاله که واقعا نتونستن کلیپ بدم دیگه. واقعا بهشون مشکلشون تو ایران زندگی میکنن. شما شرایطت انشالله یکم بهتر شد و آماده که بودی باز به آدرس عسکری بیچاره یک مراجعه کن. ما خواهش میکنم. این قول برات میتونم که بر رساندن صدایت، البته بر رساندن صدایت کمکت میکنم و بهترین ارنجرها رو کنارم دارم، ایرانی، تاجیکی، ازبکی، افغانستان، از هر کجایی که هستن بهترین ها در کنارم هستن، دوستانم هستن، با اونا در حال کار هستیم و هر چی میگن واسه توان ما باشه با کمکتان میکنیم که به خاطر از اینکه شما یک بار به صورت درست آوازتان به دیگرها برسونید. این کار خواهیم کرد. تشکر. خیر ببینیم. من از خیلی از هنرمندا همینجا تو سوئیس هم واقعا شنیدم، بارها خیلی ها بچه‌ها به ما گفتن که او زمان مثلا با شما آشنا نبودم، خیلی ها به ما گفته بودن که آقای عسکری اینجا میتونه بره تو شعر بده، میتونه کمپوزای خوب بره تو بسازه، میتونی شعر. آرزویی که مثلا میگه مثلا تو ایران داشتم من فقط تونستم جشن عروسی رو برم، نتونستم کلیپ بسازم، نتونستم برای پیشرفتم جایی نبوده. اینجا هست کسایی که مثلا بتونی پیشرفت کنی. خب متاسفانه اینجا دیگه چیزی بود که دست من نبود. خودتون پنج شرایطی هست که داخل کمپ و مجبوری دولته. والا اگه برای از نظر شما تشکر از شما، واقعا ممنونم از شما. شما یک هنرمند واقعا با استعدادی هستین که من تعریفات شما از خیلی‌ها شنیدم، از خیلی‌ها داخل سوئیس گفتن واقعا تو میتونی پیش آقای عسکری بری، میتونن هم بره تو شعر بدن، هم کمپوزای خوب بره تو بسازن. واقعا اینجا کمک میکنم بره تو. ما خودم هم چه فرصت خدایی برام نشد، ولی خیلی دوست داشتم و ان شاءالله این کارم حتما با کمک شما و امید خدا که بتونیم دست ما شما بگیرین، حتما این کار حتما میکنم. انشالله حتی شده برای یک کارم شرایط شما که بهتر شد به خاطر که صدایت استعداد به صورت بسیار حرفه‌ای و بسیار عالیش به گوش شنونده برسانی در یک قالب حتما این کارم میکنیم، چون که بهترین